صبح ابر و باران خفیفی شروع شده بود. از اتاقم بیرون رفتم تا شاید کسی را پیدا بکنم که چمدان را همراه من بیاورد. در آن حوالی دیاری دیده نمی‌شد. کمی دورتر درست دقت کردم. از پشت هوای مه‌آلود پیرمردی را دیدم که گوز کرده و زیر یک درخت سرو نشسته بود. صورتش را که با شال گردنی پهنی پیچیده بود دیده نمی‌شد. آهسته نزدیک او رفتم. هنوز چیزی نگفته بودم پیرمرد خنده دورگه خشک و زننده‌ای کرد به طوری که موهای تنم راست شد و گفت: اگر هم مال می‌خواستی من خود حاضرم ها. یک کالسکه نعشکش هم دارم. من هر روز مرده ها را میبرم شابدالعظیم خاک میسپارم ها. من تابوت هم میسازم. به اندازه هر کسی تابوت دارم، به طوری که مو نمیزند. من خودم حاضرم همین الان. قهقهی خندید به طوری که شانه هایش میلرزید. من با دست به سمت خانه‌ام اشاره کردم، ولی او فرصت حرف زدن به من نداد و گفت: لازم نیست، من خودم خانه تو را بلدم همین الان ها. از سر جایش بلند شد. من به طرف خانه‌ام برگشتم. رفتم در اتاقم و چمدان مرده را به زحمت تا دم در آوردم. دیدم یک کالسکه نعشکش کهنه و اسگاد دم در است که با آن 2 اسب سیاه لاغر مثل تشریح بسته شده بود. پیرمرد گوز کرده آن بالا روی نشیمن نشسته بود و یک شلاق بلند در دست داشت، ولی اصلا برنگشت به طرف من نگاه بکند. من چمدان را به زحمت در درون کالسکه گذاشتم که میانش جای مخصوصی برای تابوت بود. خودم هم رفتم بالا، میان جای تابوت دراز کشیدم و سرم را روی لبه آن گذاشتم تا بتوانم اطراف را ببینم. بعد چمدان را روی سینه‌ام لغزانیدم و با 2 دستم محکم نگه داشتم. شلاق در هوا صدا کرد. اسب‌ها نفس زنان به راه افتادند. از بینی آنها بخار نفسشان مثل لوله دود در هوای بارانی دیده میشد و خیزهای بلند و ملایم برمی داشتند. دستهای لاغر آنها مثل دزدی که طبق قانون انگشتهایش را بریده و در روغن داغ کرده فرو کرده باشند، آهسته بلند و بی صدا روی زمین گذاشته میشد. صدای زنگوله های گردن آنها در هوای مرطوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود. یک نوع راحتی بی دلیل و ناگفتنی سر تا پای مرا گرفته بود، به طوری که از حرکت کالسکه نعشکش آب در دلم تکان نمیخورد. فقط سنگینی چمدان را روی قفسه سینه‌ام حس می کردم. مرده او، نعش او مثل این بود که همیشه این وزن روی سینه مرا فشار می داده. مه غلیظ اطراف جاده را گرفته بود. کالسکه با سرعت و راحتی مخصوصی از کوه و دشت و رودخانه می گذشت. اطراف من یک چشمانداز جدید و بیمانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در بیداری دیده بودم. کوههای بریده بریده، درختهای عجیب و غریب تو سری خور، نفرین زده از 2 جانب جاده پیدا که از لابلای آن خانه‌های خاکستری رنگ به اشکال 3 گوشه مکعب و منشور با پنجره‌های کوتاه و تاریک بدون شیشه دیده می‌شد. این پنجره‌ها به چشم‌های گیج کسی که تب هذیانی داشته باشد شبیه بود. نمیدانم دیوارها با خودشان چه داشتند که سرما و برودت را تا قلب انسان انتقال میدادند. مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمیتوانست در این خانه ها مسکن داشته باشد. شاید برای سایه موجودات اسیری این خانه ها درست شده باشد. همین که تنها ماندم نفس راحتی کشیدم. مثل این بود که بار سنگینی از روی سینه‌ام برداشته شد و آرامش گوارایی سر تا پایم را فرا گرفت.
دور خودم را نگاه کردم. اینجا محوطه کوچکی بود که میان تپه ها و کوه های کبود گیر کرده بود. روی یک رشته کوه آثار و بناهای قدیمی با خشت های کلفت و یک رودخانه خشک در آن نزدیکی دیده میشد. این محل دنج دور افتاده و بی سر و صدا بود. من از ته دل خوشحال بودم و پیش خودم فکر کردم این چشمهای درشت وقتی که از خواب زمینی بیدار میشد جایی به فراخور ساختمان و قیافش پیدا میکرد. وانگهی میبایستی که او دور از سایر مردم، دور از مرده دیگران باشد، همانطوری که در زندگیش دور از زندگی دیگران بود. چمدان را با احتیاط برداشتم و میان گودال گذاشتم. گودال درست به اندازه چمدان بود. مو نمیزد. ولی برای آخرین بار خواستم فقط یک بار در آن چمدان او را نگاه کنم. دور خودم را نگاه کردم. دیاری دیده نمیشد. کلید را از جیبم درآوردم و در چمدان را باز کردم. اما وقتی که گوشه لباس سیاه او را پس زدم، در میان خون و کرمهایی که در هم میلولیدند، دو چشم درشت سیاه را دیدم که بدون حالت رک زده به من نگاه میکرد و زندگی من ته این چشمها غرق شده بود. به تعجیل در چمدان را بستم و خاک رویش ریختم. بعد با لگد خاک را محکم کردم. رفتم از بوته‌های نیلوفر کبود بیبو آوردم و روی خاکش نشاندم. بعد قلب سنگ و شن آوردم، رویش پاشیدم تا اثر قبر به کلی محو بشود، به طوری که هیچ کس نتواند آن را تمیز بدهد. به قدری خوب این کار را انجام دادم که خودم هم نمیتوانستم قبر او را از باقی زمین تشخیص بدهم. کارم که تمام شد نگاهی به خودم انداختم. دیدم لباسم خاکالود، پاره و خون لخت شده سیاهی به آن چسبیده بود. دو مگس زنبور طلایی دورم پرواز می کردند و کرمهای کوچکی به تنم چسبیده بود که در هم می لولیدند. خواستم لکه خون روی دامن لباسم را پاک کنم، اما هرچه آستینم را با آب دهن تر می کردم و رویش می مالیدم، لکه خون برتر می دوانید و غلیظتر می شد، به طوری که به تمام تنم نشت می کرد و سرمای لزج خون را روی تنم حس کردم. نزدیک غروب بود. نم نم باران می آمد. من بی اراده رد چرخ کالسکه نعشکش را گرفتم و راه افتادم. همین که هوا تاریک شد جای چرخ کالسکه نعشکش را گم کردم. بی مقصد، بی فکر و بی اراده در تاریکی غلیظ متراکم آهسته راه می رفتم و نمی دانستم که به کجا خواهم رسید، چون بعد از آن که آن چشمهای درشت را میان خون دیده بودم، در شب تاریکی، در شب عمیقی که سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته بود راه می رفتم، چون دو چشمی که به منزله چراغ آن بود برای همیشه خاموش شده بود و در این صورت برایم یکسان بود که به مکان و ماورایی برسم یا هرگز نرسم. سکوت کامل فرمان روایی داشت. به نظرم آمد که همه مرا ترک کرده بودند. به موجودات بی جان پناه بردم. رابطه‌ای بین من و جریان طبیعت، بین من و تاریکی عمیقی که در روح من پایین آمده بود تولید شده بود. این سکوت یک جور زبانی است که ما نمی‌فهمیم. از شدت کیف سرم گیج رفت، حالت غیب من دست داد و پاهایم سست شد. خستگی بی پایانی در خودم حس کردم. رفتم در قبرستان، کنار جاده روی سنگ قبری نشستم. سرم را میان دو دستم گرفتم و به حال خودم حیران بودم. ناگهان صدای خنده خشک زننده‌ای مرا به خودم آورد. رویم برگرداندم، دیدم هیکلی که سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود پهلویم نشسته بود و چیزی در دست مال بسته زیر بغلش بود. رویش را به من کرد و گفت: حتما تو هم میخواستی شهر بری.
راهو گم کردی ها؟ لابد با خودت میگی این وقت شب من تو قبرستان چه کار دارم؟ اما نترس، سر و کار من با مرده هاست. شغلم گورکنی است، بدکاری نیست ها. من تمام راه و چاهای اینجا را بلدم. مثلا امروز رفتم یک قبر بکنم، این گلدان از زیر خاک درآمد. میدانی گلدان راغه، مال شهر قدیم ریه ها، اصلا قابلی نداره. من این کوزه رو به تو میدم، به یادگار من داشته باش. من دست کردم در جیبم، 2 قران و 1 عباسی درآوردم. پیرمرد با خنده خشک چندش‌انگیزی گفت هرگز قابلی نداره. من تو رو میشناسم، خونت را هم بلدم. همین بغل من یک کالسکه نعشکش دارم، بیا تو رو به خانه‌ات برسانم ها. 2 قدم راست. کوزه را در دامن من گذاشت و بلند شد. از زور خنده شانه هایش می لرزید. من کوزه را برداشتم و دنبال هیکل گوز کرده پیرمرد افتادم. سر پیچ جاده یک کالسکه نعشکش لکنته با 2 اسب سیاه لاغر ایستاده بود. پیرمرد با چالاکی مخصوصی رفت بالای نشیمن نشست و من هم رفتم درون کالسکه. میان جای مخصوصی که برای تابوت درست شده بود دراز کشیدم و سرم را روی لبه بلند آن گذاشتم. برای اینکه اطراف خودم را بتوانم ببینم، کوزه را روی سینه هم گذاشتم و با دستم آن را نگه داشتم. شلاق در هوا صدا کرد. اسب‌ها نفس زنان به راه افتادند. خیزهای بلند و ملایم برمی داشتند. پاهای آنها آهسته و بی صدا روی زمین گذاشته می شد. صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرطوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود. از پشت ابر ستاره ها مثل حدقه چشم های براقی که از میان خون بیرون آمده باشد روی زمین را نگاه می کردند. آسایش گوارایی سر تا پایم را فرا گرفت. فقط گلدان مثل وزن جسد مرده‌ای روی سینه مرا فشار میداد. درخت های پیچ در پیچ با شاخه های کج و کله مثل این بود که در تاریکی از ترس اینکه مبادا بلغزند و زمین بخورند دست یکدیگر را گرفته بودند. خانه های عجیب و غریب به شکل های بریده هندسی با پنجره های متروک سیاه کنار جاده رج کشیده بودند، ولی بدنه دیوار این خانه مانند کرم شبتاب تشعشع کدر و ناخوشی از خود متساعد می کرد. درختها به حالت ترسناکی دست ردیف می گذشتند و از پی هم فرار می کردند، ولی به نظر می آمد که ساقه نیلوفرها توی پای آنها می پیچند و زمین می خورند. بوی مرده، بوی گوشت تجزیه شده همه جان مرا گرفته بود. گویا بوی مرده همیشه به جسم من فرو رفته بود و همه عمرم من در یک تابوت سیاه خوابیده بودم و یک نفر پیرمرد قوزی که صورتش را نمی دیدم مرا میان مه و سایه های گذرنده می گردانید. گویا کالسکچی مرا از جاده مخصوصی و یا از بیراهه می برد. بعضی جاها فقط تنه های بریده و درخت های کج و کوله دور جاده را گرفته بودند و پشت آنها خانه های پست و بلند به شکل های هندسی مخروط ناقص با پنجره های باریک و کج دیده می شد که گل های نیلوفر کبود از لای آنها در آمده بود و از در و دیوار بالا می رفت. این منظره به یک مرتبه پشت مه غلیظ ناپدید شد. ابرهای سنگین باردار قله کوه‌ها را در میان گرفته می‌فشردند و نم نم باران مانند گرد و غبار ویلان و بی تکلیف در هوا پراکنده شده بود. بعد از آنکه مدت‌ها رفتیم نزدیک یک کوه بلند بی آب و علف، کالسکه نعشکش نگه داشت. من چمدان را از روی سینه‌ام لغزانیدم و بلند شدم. پشت کوه یک محوطه خلوت، آرام و با صفا بود. یک جایی که هرگز ندیده بودم و نمی شناختم، ولی به نظرم آشنا آمد. مثل اینکه خارج از تصور من نبود. روی زمین
از بوته‌های نیلوفر کبود بیبو پوشیده شده بود. به نظر می آمد که تاکنون کسی پایش را در این محل نگذاشته بود. من چمدان را روی زمین گذاشتم. پیرمرد کالسکچی رویش را برگردانید و گفت: اینجا نزدیک شابدالعظیمه ها. جایی بهتر از این برات پیدا نمی شد. برنده بر نمی زنه ها. من دست کردم جیبم. کرایه کالسکچی را تا بپردازم 2 قران و 1 عباسی بیشتر در جیبم نبود. کالسکچی خنده خشک زننده‌ای کرد و گفت: قابلی نداره، بعد میگیرم. خونت را بلدم ها. دیگه با من کاری نداشتین ها. همینقدر بدون که در قبرکنی من بی سر و رشد نیستم ها. خجالت نداره. بریم همینجا نزدیک رودخانه کنار درخت سرو. 1 گودال به اندازه چمدون برات میکنم و میروم ها. پیرمرد با چالاکی مخصوصی که من نمیتوانستم تصورش را بکنم از نشیمن خود پایین جست. من چمدان را برداشتم و 2 نفری رفتیم کنار تنه درختی که پهلوی رودخانه خشکی بود. او گفت: همینجا خوبه؟ و بی آنکه منتظر جواب من بشود با بیلچه و کلنگی که همراه داشت مشغول کندن شد. من چمدان را زمین گذاشتم و سر جای خودم مات ایستاده بودم. پیرمرد با پشت خمیده و چالاکی آدم کهنکاری مشغول بود. در ضمن کندوکاو چیزی شبیه کوزه لعابی پیدا کرد. آن را در دستمال چرکی پیچید و بلند شد و گفت: این هم گودال ها. درست به اندازه چمدونه. مو نمیزنه ها. من دست کردم جیبم که مزدش را بدهم. 2 قران 1 عباسی بیشتر نداشتم. پیرمرد خنده خشک چندش‌انگیزی کرد و گفت: نمیخواد، قابلی نداره ها. من خونتونو بلدم ها. ونگهی عوضه مزدم من 1 کوزه پیدا کردم. 1 گلدون راغه مال شهر قدیم ری ها. بعد با هیکل خمیده گوز کرده اش میخندید به طوری که شانه هایش میلرزید. کوزه را که میان دستمال چرکی بسته بود زیر بغلش گرفته بود و به طرف کالسکه نعشکش رفت و با چالاکی مخصوصی بالای نشیمن قرار گرفت. شلاق در هوا صدا کرد. اسبها نفس زنان به راه افتادند. صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرطوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود و کم کم پشت توده مه از چشم من ناپدید شد. کالسکه نعشکش ایستاد. من کوزه را برداشتم و از کالسکه پایین جستم. جلوی در خانه ام بودم. به تعجیل وارد اتاقم شدم. کوزه را روی میز گذاشتم. رفتم قوطی حلبی، همان قوطی حلبی که قلکم بود و در پستوی اتاقم قایم کرده بودم برداشتم. آمدم دم در که به جای مزد قوطی را به پیرمرد کالسکچی بدهم، ولی او غیبش زده بود. اثری از آثار او و کالسکه‌اش دیده نمی‌شد. دوباره مایوس به اتاقم برگشتم. چراغ را روشن کردم. کوزه را از میان دستمال بیرون آوردم. خاک روی آن را با آستینم پاک کردم. کوزه لعاب شفاف قدیمی بنفش داشت که به رنگ زنبور طلایی خرد شده در آمده بود و یک طرف تنه آن به شکل لوزی حاشیه‌ای از نیلوفر کبود رنگ داشت و میان حاشیه لوزی صورت او صورت زنی کشیده شده بود که چشمهایش سیاه درشت، چشمهای درشت‌تر از معمول، چشمهای سرزنش دهنده داشت. مثل اینکه از من گناههای پوزش ناپذیری سر زده بود که خودم نمیدانستم. چشمهای افسونگر که در عین حال مضطرب و متعجب، تهدید کننده و وعده دهنده بود. این چشمها می ترسید و جذب می کرد و یک پرتو ماورای طبیعی مست کننده در ته آن می درخشید. گونه های برجسته، پیشانی بلند، ابروهای باریک به هم پیوسته، لبهای گوشتالوی نیمه باز و موهای نامرتب داشت
که یک رشته از آن روی شقیقه هایش چسبیده بود. تصویری را که دیشب از روی او کشیده بودم از توی قوطی حلبی بیرون آوردم، مقابله کردم. با نقاشی روی کوزه ذره‌ای فرق نداشت، مثل اینکه عکس یکدیگر بودند. هر دوی آنها یکی و اصلاً کار یک نقاش بدبخت روی قلمدانساز بود. شاید روح نقاش در موقع کشیدن در من حلول کرده بود و دست من به اختیار او در آمده بود. آنها را نمیشد از هم تشخیص داد، فقط نقاشی من روی کاغذ بود، در صورتی که نقاشی روی کوزه لعاب شفاف قدیمی داشت که روح مرموز، یک روح غریب غیر معمولی با این تصویر داده بود و شراره روح شروری در ته چشمش می درخشید. نه، باور کردنی نبود. همان چشمهای درشت بی فکر، همان قیافه تودار و در عین حال آزاد. کسی نمیتواند پی ببرد که چه احساسی به من دست داد. میخواستم از خودم بگریزم. آیا چنین اتفاقی ممکن بود؟ تمام بدبختی های زندگیم دوباره جلوی چشمم مجسم شد. آیا فقط چشمهای یک نفر در زندگیم کافی نبود؟ حالا 2 نفر با همان چشمهایی که مال او بود به من نگاه می کردند. نه، قطعاً تحمل ناپذیر بود. چشمی که خودش آنجا نزدیک کوه کنار تنه درخت سرو پهلوی رودخانه خشک به خاک سپرده شده بود، زیر گلهای نیلوفر کبود، در میان خون غلیظ، در میان کرم و جانوران و گزندگانی که دور او جشن گرفته بودند و ریشه گیاهان به زودی در حدقه آن فرو می رفت که شیرش را بمکد. حالا با زندگی قوی و سرشار به من نگاه می کرد. من خودم را تا این اندازه بدبخت و نفرین زده گمان نمی کردم، ولی به واسطه ی حس جنایتی که در من پنهان بود، در این حال خوشی بی‌دلیلی، خوشی غریبی به من دست داد. چون فهمیدم که یک نفر همدرد قدیمی داشتم. آیا این نقاش قدیم، نقاشی که روی این کوزه را صدها شاید هزاران سال پیش نقاشی کرده بود، همدرد من نبود؟ آیا همین عوالم مرا طی نکرده بود؟ تا این لحظه من خودم را بدبخت‌ترین موجودات می دانستم، ولی پی بردم زمانی که روی آن کوه‌ها، در آن خانه‌ها و آبادی‌های ویران که با خشت‌ها و زین ساخته شده بود، مردمانی زندگی می‌کردند که حالا استخوان آنها پوسیده شده و شاید ذرات قسمت‌های مختلف تن آنها در گل‌های نیلوفر کبود زندگی می‌کرد. میان این مردمان یک نفر نقاش فلک زده، یک نفر نقاش نفرین شده، شاید یک نفر روی قلمدانساز بدبختی مثل من وجود داشته، درست مثل من. و حالا پی بردم، فقط می توانستم بفهمم که او هم در میان 2 چشم درشت سیاه می سوخته و می گداخته، درست مثل من. همین به من دلداری می داد. بالاخره نقاشی خودم را پهلوی نقاشی کوزه گذاشتم. بعد رفتم منقل مخصوص خودم را درست کردم. آتش که گل انداخت آوردم جلوی نقاشی ها گذاشتم. چند پک وافور کشیدم و در عالم خلسه به عکس ها خیره شدم، چون میخواستم افکار خودم را جمع بکنم و فقط دود اسیری تریاک بود که می توانست افکار مرا جمع آوری کند و استراحت فکری برایم تولید بکند. هرچه تریاک برایم مانده بود کشیدم تا این افیون غریب همه مشکلات و پرده هایی که جلوی چشم من گرفته بود، این همه یادگاری های دور دست خاکستری و متراکم را پراکنده بکند.
حالی که انتظارش را می کشیدم آمد و پیش از انتظار بود. کم کم افکارم دقیق، بزرگ و افسون‌آمیز شد. در یک حالت نیمه خواب و نیمه اغما فرو رفتم. بعد مثل این بود که فشار و وزن روی سینه‌ام برداشته شد. مثل اینکه قانون برای من وجود نداشت و آزادانه دنبال افکارم که بزرگ، لطیف و موشکاف شده بود پرواز می کردم. یک جور کیف عمیق و ناگفتنی سر تا پایم را فرا گرفت. از قید بار تنم آزاد شده بودم. یک دنیای آرام ولی پر از اشکال و الوان افسونگر و گوارا. بعد دنباله افکارم از هم گسیخته و در این رنگ ها و اشکال حل می شد. در امواجی غوطه‌ور بودم که پر از نوازش های اسیری بود. صدای قلبم را می شنیدم. حرکت شریانم را حس می کردم. این حالت برای من پر از معنی و کیف بود. از ته دل می خواستم، آرزو می کردم که خودم را تسلیم خواب فراموشی بکنم. اگر این فراموشی ممکن می شد، اگر می توانست دوام داشته باشد، اگر چشمهایم که به هم می رفت در ورای خواب آهسته در عدم صرف می رفت و هستی خودم را احساس نمی کردم. اگر ممکن بود در یک لکه مرکب، در یک آهنگ موسیقی با شعاع رنگین تمام هستیم ممزوج می شد و بعد از این امواج و اشکال قدر بزرگ می شد و می دوانید که به کلی محو و ناپدید می شد. حتما به آرزوی خود رسیده بودم. کم کم حالت کرختی به من دست داد، مثل یک نوع خستگی گوارا. با امواج لطیفی بود که از تنم به بیرون تراوش میکرد. بعد حس کردم که زندگی من رو به قهقرا میرفت. حالات و وقایع گذشته و یادگارهای پاک شده، فراموش شده ی زمان بچگی خودم را میدیدم. نه تنها میدیدم، بلکه در این گیر و دارها شرکت داشتم و آنها را حس می کردم. لحظه به لحظه کوچکتر و بچه تر می شدم. بعد ناگهان افکارم محو و تاریک شد. به نظرم آمد که تمام هستی من سر یک چنگک باریک آویخته شده و در ته چاه عمیق و تاریکی آویزان بودم. بعد از سر چنگک رها شدم، می لغزیدم و دور می شدم، ولی به هیچ مانعی بر نمی خوردم. یک پرتگاه بی پایان در یک شب جاودانی. بعد از آن پرده های محو و پاک شده پی در پی جلوی چشمم نقش می بست. یک لحظه فراموشی محض را طی کردم. وقتی به خودم آمدم، یک مرتبه خودم را در اتاق کوچکی دیدم و به وضع مخصوصی بودم که به نظرم غریب می آمد و در عین حال برایم طبیعی بود. پایان.